بچه‌ها من شخصا سینگلی رو به این رابطه های سمی ترجیح میدم. چند بار بهت گفتم حق نداری تو جنب اونو بگو بخر کنی. این چیزا واسه تو مهمی، واسه تو کوچیکه. داری مهم نیست که اونا چی میگن. تو باید خنده‌هات مال من باشه. عج کشیدنت مال منه، عذاب کشیدنت مال منه، شکنجه شدنت مال منه. اینا فقط تو این اینستاگرام جذابه. تو دنیای واقعی که بهش نگاه میکنی میبینی اوه چقدر مشکلات روانی داره یارو. نمیفهمی. همین یه خط تو من باید بگم. آره میشه نصفش کنی؟ آره من انصراف میدم. آره صدا میارم ولی چون دوست دارم. چون مثلا مهمی. اولی میترسم که سری گوش کنم. سری بالا نمیبینم. خب باشه گوشی ده بده من. یه دقیقه. یا اول